خرما شهده. طریقه خوردنش هم باید اینجوری شخ کنی بزنی تو روغن و بسم الله. حرف نداره. ما خوشگو یا خورما شهته زمستان بو شلشل باران بو تو پاشولی هم بو این خورما شهته بخوری. به خرما شهته از خرما و پودر خشکو یا پودر کشک درست شده که حصه های خرما رو در میارن، با پودر کشک قاطی میکنن و بعد این روغن بسیار خوشمزه رو درست میکنن. این روغنش هم هست کره محلی، یه خورده زردچوبه و جیکه بسیار خوشمزه و اینو میریزن وسط این خرمای جذاب و خوشمزه. ای باید زیر شلشل بارون بخوری یا تو پاشولی. جاتا